سلام دوستای عزیزم، خورا و برادرای گلم. امیدوارم جور و سرحال باشین. هر جای دنیا که هستین خوش و سرحال باشین. باز هم به یکی از ویدیوهای نوم خوش آمدین. امروز بر شما میخوایم برگر البته تیار کنم از مرغ. بسیار یک برگر مزه‌دار و خوبش میاد. مواد لازم با هم میبینیم. امیدوار هستم که از این رسیپی ما حتما تیار کنین. بسیار یک برگر مزه‌دار جوسی خوبش میاد. خب مرغ ضرورت داریم. البته چیکن برست گرفتیم نیم کیلو که ما را قبلا بسیار نازک توتا کردیم. 1.5 گلاس شیر گرفتیم. کرسپ گرفتیم. البته هر نوع کرسپ که خوش داشته باشین میتونین از استفاده کنین. ما دیریتوز گرفتیم. آرد بود، تخم، آرد سوجی گرفتیم، تخم گشنیج، نمک، پودر سیر گرفتیم، کورنفلاور 2 قاشق گرفتیم. البته خوب اول ما در یک کاسه یا در یک ظرف دیگه اول هم 1 دانه تخم خوب لط میزنیم. خب بعدا شیر اضافه میکنیم و خوب ایره مخلوط میکنیم. بعدا نمک اضافه میکنیم. بعدا نمی مرغا را ما دینمی تخم و شیر البته به مدت 1 ساعت یا 1.5 ساعت اخته میکنیم. هر قدر زیادتر اخته شوه خوبتر خوبش میاد. ما 1 ساعت ماندم خوبش آمده بود. شما هم میبینید که مرغ ما بسیار نازک البته توتا کردیم. ایره به مدت 1 ساعت میمانم که دمی شیر و تخم اخته شوه. بعدا میبینیم که چی میکنیم. بخیر. خب تا مرغ ما اخته شوه ما خواستم کچالو هم از کچالوی خانه البته چپس تیار کنم. برای اولادا همیشه در خانه تیار میکنم. بسیار یک چپس مزه‌دار خوبش میاد. خواستم میره هم ویدیوش همراه شما شریک بسازم. ما قبلا کچالو را پوست کردیم. البته بین قسم توتش میکنم. و بعدا آب اضافه کردیم. البته از این فود کلرینگ یا رنگ شیرین ما و شما میگیم، از این من کمک اضافه میکنم همراه نمک تا که مرغ اخته میشه. اول چپس سرخ میکنم، بعدا مرغ بسیار یک رنگ مقبول میکشه برای خود. بعدا که سرخ شد میبینیم با هم یک جایی که چقدر یک چپس مقبول و مزه‌دار خوبش تیار میشه. عین چپس هایی که در افغانستان در آرسیاویا تیار میکردن. البته بسیار با مو رنگ و مزه و یاش عین اونمو چیز میشه. بسیار خوبش میاد. خب من 1 گلاس آرد که گرفته بودم ایره در یک ظرف اضافه میکنم. بعدا کورنفلاور اضافه میکنم. تخم گشنیج هم
آرد سجی، پودر سیر. البته ما زیاد گرفتیم، دیدین یک قاشق کمتر اضافه کردم و بسیار کم زردچوبه هم اضافه میکنم به خاطر رنگش. خوب این مواد را خوب مخلوط میکنیم و در یک پلاستیک بگ دیگه امی کرسپه مندازیم، خوب توته میکنیمش که تقریبا زیادتر دیگه توته میکنیم، نه برابر آرد نه دیگه، کمک برابر که سلامت بانه، چون ده مرغ میزنیم بسیار خوبتر خوبش میه. و شما میتونین از برد کرم از او هم میتونین استفاده کنین. خب امی چپس همراه آرد میکس میکنیم یا مخلوط میکنیم. خب بیام بعد از 1 ساعت که مرغ ما اخته کرده بودیم، 1 ساعت تیر شد، این حال ما امی مرغ در آرد میزنیم. به می قسم هر دو طرفش همراه آرد می پوشانیم. خوب تا روغن داغ است، اول ما چپس سرخ میکنیم، بعدا به می طریق مرغ سرخ میکنیم. چپس سرخ شد و در روغن چپس البته مرغ اضافه میکنیم. به حرارت بسیار کم موندیم، البته حرارت چه تیز نموندیم چون خامسوز میشه، رویش پخته میشه، داخل ما مرغ خام میمونه، به او خاطر ما درجه داش بسیار درجه کم موندیم. میبینین که به مت آستا آستا مرغ پخته میشه. خب حالا دیدین که مرغ تیار شده و ایره میگیریم در یک ظرف دیگه. البته بسیار یک مرغ مزه‌دار جوسی خوبش میه، اولادا دوست دارن، همیشه برگر یاره. اگر در خانه تیار کنین صحی هم می باشه و مزه‌دار هم میه، بسیار خوبش میه. حتما شما هم تیار کنین برای اولادا. و جا داره که همیشه از دوستای بسیار بسیار نازنین و مهربانم که همیشه در ویدیوی ما کامنت های بسیار مقبول میتن، همیشه حمایت میکنن، تعریف میکنن. جهان سپاس از همگی شما دوستای نازنینم که مرا همیشه همراهی میکنین، کامنت های بسیار مقبول میتین. تشکر یک دنیا، قربان دوستایتان که بر ما کامنت میکنین. از همگیتان یک دنیا تشکری میکنم. خب حالا ما امی برگرها را دنان میمانم، آماده میکنم. البته یکیش ما بدون کچپ ماینس تیار کردیم که دخترکم هدیه جان کچپ و ماینس نمیخوره، با او خاطر دیگه ما تیار کردم میره. به می قسم شما هم میتونین هر نوع سلاتی که خوش داشته باشین در برگر اضافه کنین، نوش جان کنین همراه با فامیلتان. خب ای بود برگره که من آماده کردم. امیدوار هستم که خوشتان بیایه و در هر جای دنیا که هستین خوش و آرام و سربلند و سرفراز باشین، دور از گزند روزگار و مرض کرونا باشین. دوستای بسیار خوبم، بینندای عزیزم،
خداحافظتان، شب روز خوش. الله نگهداره هر یکتان باشه. خداحافظ.